حکومت تاجیکستان به خلاصه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد آید به پرونده صاحبکار زندانی تاجیک زید سعیدوف جواب گفت. این کمیته از حکومت تاجیکستان خواسته بود زید سعیدوف را در مدت 180 روز آزاد و به او جبران پرداخت کند. دو روحی این ترکیب موجود است، این عفو و بخشش جزایی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صورت باید گیرد. عین حال یگان مسئله مواد اوید به این مسئله با ما وارد گشته. پس از مراجعت پیوندان زید سعیدوف، کمیته حقوق بشر سازمان ملل پرونده او را تحلیل و بررسی کرده به این نتیجه رسیدند که در قضیه او چندین مقررات پیمان بین المللی حقوق سیاسی و شرمندی نقض شدند. مقامات تاجیکستان باید این اشتباه ها را اصلاح کنند. اون چیزی که اینو دارن این توصیه است، در شکل فقط توصیه پیشنهاد کرده میشه. یعنی اون پروسیدور نیست که در مقامات سودی علاوه باشد که پرونده رو در اون سطح ایسر بررسی کنه. برای این فقط در شکل توصیه هست. نزدیکان زید سعیدوف باور دارند که این خلاصه باعث آزادی او از زندان می شود. زید سعیدوف سال 2013 بعد تلاش تأسیس حزب تاجیکستان نو بازداشت و در دایره چند پرونده به 29 سال زندان محکوم شد. دیرتر سال 2015 او را در مرافع دیگر به ساختکاری حجت، سوء استفاده از وکالت‌های منصبی، تصرف مبلغ‌های دولتی و سرکشی از انداز عیبدار و 3 سال دیگر را به حکم زندانش ضم کردند. سال 2014 حداقل 8 کارخانه و شرکت‌های مربوط به زید سعید و نزدیکان او مصادره و دولتی شدند.